سلام و صد سلام به همه شما دوستان خوب خودم. آقا این شاخبازی علی گدا و کوسه روز به روز داره خفن‌تر میشه. هر کی دنبال اینه که یه سیخی چیزی تو پک و پلون یکی فرو کنه. مثلا شیخ فری با توپ پر میره همدان و این حرفا رو میزنه. امروز بعد از تلاش 23 ماه مذاکره پیگیر توسط فرزندان انقلابی شما و دیپلمات‌های قهرمان شما به نقطه‌ای رسیدیم که توانستیم سایه شوم جنگ را از سر مردم برداریم. هیچ کس از این کلام که همه باید به قانون عمل کنند دلخور نشود. هیچ کس، هیچ نهاد در ایران بالاتر از قانون وجود ندارد. داره به نوچه های علی گدا پیام میده ها. میگه شورای نگهبان که سهله، نهادهای بالاتر از اونم باید جلوی ما لنگ بندازن و نباید راه اکبر شاهو ببندن. منظورش از اون نهادها بیت ولایت و شخص شاخ شکسته خامنه‌ایه. کوسم که این روزا دستشو گذاشته رو رگبار و همینجوری یه بند داره علی گدا و عنتری نژادو میکوبه. انتقادهای تازه هاشمی رفسنجانی از دولت سابق. گفتند که یارانه ها پول امام زمان است. بله، از اون طرفم علی گدا نوچه هاشو تو مجلس تیر کرده تا از هر فرصتی برای گاز گرفتن از دم به کوسه استفاده کنن و شیخ فری رو اساسی بمالونن. آقای رئیس جمهور محترم هر از گاهی پارازیت هایی ایجاد میکنن، یک روز به منتقدین حمله میکنن و روز دیگر تیری در تاریکی به سمت شورای محترم نگهبان رها میکنن. همه بر همین برجامی را که مانند مار در دست پای ما رها کرده اند، باز برای همین است که ما را از وظیفه اصلی خود باز دارند. وقتی برجام ماره پس لابد زهری که توشم زهر ماره دیگه. زهرمانی که تازه داره اثر میکنه و آثارش هر روز بیرون میزنه. ببینید این زهرمار چه بلایی سر این نجم آرپیجی رو برده. اما این روزها اتفاق دیگری هم روی داد و آن بازگشایی لانه روباه پیر سفارت انگلیس بود. اما بخشای از ادبیات سیاسی طرفین رابطه نیز تعجب داشت. جناب آقای روحانی فرمودند باید به گونه‌ای حرکت شود که علاوه بر توسعه روابط به تدریج قضاوت تاریخی مردم نیز تغییر کند. از سوی دیگر جناب آقای ظریف در مصاحبه مطبوعاتی حاشیه مراسم قضایی جرأت نکرد واژه رژیم صهیونیستی نگونبخت را بر زبان آورد. این همون زلزله‌ای که موشکاف خبرش داده بود. یادتونه قبل از زهرخوری میگفت زلزله تو راهه؟ بفرمایید تازه اینا شیشه افریشتریه. بگذارید یه خورده بگذره، بذارید فتنه سر بگیره، اون وقت زلزله بارونی میشه. آنچه که بیش از همه باعث نگرانی و عصبانیت نیروهای انقلاب شده وادادگی در مقابل دشمنی است که در فتنه 88 فضای سیاسی ایران را متشنج و به تعبیر خودشان در بستر حمایت از حقوق بشر اعتراضات غیرقانونی جماعتی را سازماندهی کرده تا نظام جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کند. زهر وارد ظروف مرتبطه ولایت شده و همین جوری داره بالا میزنه. دعوای قدرته. عظما به فکر خیشه، کوسه هم به فکر ریشه. خجالتاً هر کدومشون دارن جون میکنن تا مجلس خبرگان و قلومبا کنن. از اونجا به بعدم وضعیت وخیمتر میشه. اینا همه مشخصات فاز آخر ولایته، یعنی فینیش.
یعنی خلاص. تا یه شب دیگه و یه موشکافی دیگه زد زیاد.